کنید که این پیرمرد اسطوره‌ای و قهرمان لجبازی با هر نوع توافقی رو سنتش رو تو ایران پایه‌گذاری کرد. در سوال تو یک خطری وجود داره. وقتی شما یه تصمیمی میگیری اون تصمیم هزینه داره. مصدق همیشه شانس آورده. همه نیروهای مترقی‌خواه مجبورن از مصدق دفاع کنن چون مصدق در مقابل تهجر معنی میشه. فکر نمی‌کنید کودتای 28 مرداد نجاتش داد؟ قطعاً مصدق این جایگاهی رو که در تاریخ ما داشت شاید نمیداد. اگر رضاخان تو 3 سال اولش کشته میشد میرزا تقی. ابراهیمیان معتقده که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها میدونستن که در ایران کمونیست‌ها به قدرت نمیرسن. هم دربار رو ترسوندن، هم روحانیت رو. تئوری شاه شیعه رو دقیقاً ریشه تهجر در ایران همسایگی نزدیکی با استبداد داره. حزب توده دنبال نفت شمال برای شوروی بود. هیچگاه به طور کامل به استعمار کشوری در نیومد. پرستیژ مهمه برای ایران. میخوای ترامپ باش، پوتین باش، هر کسی باش. از نظر تو شاید این حماقت بیاد. این پرستیژ مسئله ملت‌های شکست خورده است. شاه ایران هم با بسیاری از اقدامات مصدق برای مسئله مبارزه با انگلیس موافق بود. قیافه تو نشون میده که هیچ علاقه‌ای نداری که وارد اون بحث بشی. من می‌خواستم یه برش تاریخی بزنم. ببینید مسئله ملی شدن صنعت نفت یا این به قول تعبیری که رضاخان داره تو اولین دیدارش که میره خوزستان از تأسیسات نفتی میکنه، این که خودمون ادارش کنیم، مال خودمونه. این اراده و این میل از 1304 5 6 تو رضاخان به وجود میاد. لابلای حرفاش هست مذاکرات دولت رو دنبال کنید. 1307 به تیمورتاش مأموریت میده که برو مذاکرات تجدید نظر تو قرارداد دارسی رو شروع کن. درسته. تیمورتاش 5 سال درگیر این مذاکرات با کدمن و ویلیام فریزر بوده. درسته. یعنی اینا همش اون میلیه که میخواد اون توافق اولیه‌ای که میگیم حالا استعماری بوده، توافق خوبی نبوده، ما اصلا نمیدونستیم نفت چیه، بعداً فهمیدیم و انگلیس‌ها داشتن حالا غارت میکردن، چپاول میکردن. این میل که اونو تغییر بدین بوده. یعنی این میل از 1378 اصلا اولین اعتصاب نفتی خاورمیانه یا اولین اعتصاب کارگری خاورمیانه تو آبادان اردیبهشت 1308 شکل میگیره. یک چیزی، یه پدیده بسیار مدرن. خب در واقع ما هم تو بخش جامعه و هم تو بخش الیت حاکمیت این اراده وجود داشته. برای این اراده ولی خب هیچ لوازمی نبوده. یعنی که ما به اندازه کافی متخصص داشته باشیم، به اندازه کافی توان لوجستیکش رو داشته باشیم و جایگاه بین‌المللی داشته باشیم که خودمون بتونیم حمل و نقل کنیم، خودمون بتونیم بفروشیم، که خب این بحث دیگه است. یعنی اتفاقی که زمان دکتر مصدق میفته به ثمر رسیدن این پروژه یا این خاص از نظر سیاسیه، ولی حتی اون پروسه نفتیش باز کامل نمیشه. نه نمیشه. خب که شما تا مرداد 52 که شاه عملا کنسرسیوم رو بیرون کرد و قرارداد کنسرسیوم رو تغییر داد از قرارداد مشارکت در تولید، تازه از اونم راضی نبود. خب آره، از قرارداد مشارکت در تولید تبدیلش کرد به قرارداد خرید خدمت که اونجا الان باز مطبوعات اومده. ببینید ما تو 3 بره آقای دکتر، ما مطبوعات ما و رسانه‌های ما شلوغش کردن که ما چیکار کردیم؟ نفت رو ملی کردیم. یک دوره آذر 1311 که رضاخان دوسیه نفت رو پرت میکنه تو باخاری، رسانه‌ها اومدن شلوغ کردن، نفت رو ملی کردیم، رضاخان نمیدونم سردار ملی، از این حرفا. و رفتیم قرارداد دو برابر اون رو. بله. باز دوره مصدقه و باز دوره مرداد 52 برای محمد رضا شاه. خب من حرفم اینه آقای دکتر، ملی شدن یک موضوعی نیستش که فقط و فقط آقای مصدق دنبال میکرد. خب آقای مصدق از نظر سیاسی به یک جایش رسوند و تونست تثبیتش کنه، قانونش رو مصوب کنه و یک هیاهوی یک قول معروف پروپاگاندای جهانی پشت یه پروپاگاندای بزرگ، تبلیغات بزرگ سیاسی راه انداخت. حرفم به اینه، من به این چیزاش کار ندارم، من بحثم اینه این میراثی که از آقای مصدق به ما رسیده و جمهوری اسلامی خیلی استفاده میکنه، علیرغم اینکه با مصدق زاویه داره، علیرغم اینکه کنایه بهش میزنه، علیرغم اینکه خوشش کراهت داره صحبت مصدق رو بکنه، ولی از این ملی شدن، از این مدل ملی شدن خیلی لذت میبره. از این مدل ملی شدن که ما با غربی‌ها دعوا کنیم، با غربی‌ها بزنیم زیر میز، حرف نزنیم، مذاکره نکنیم، لجاجت کنیم، اناعت کنیم و این به این کارهای خودمون صورتمندی ارزش بدیم، ارزشمندش کنیم. این مدل خیلی مورد استفاده قرار گرفته.
من اینو دارم نه تحقیر میکنم. نه من با این مشکل ندارم. رفتار جمهوری اسلامی یه رفتار ریاکارانه است، به این معنا که تا سالها که اسم مصدق بردنش اصلا ممنوع بود. بعد شما در کنار مصدق هنوز سالگرد مصدق احمدآباد رو میبندن. شما در کنار مصدق چند شخصیت دیگه دارید. یکی فاطمی داری، یکی مظفر بقاییه. نه این ورشو میخوام بگم. یکی مظفر بقاییه که نقشش در ابتدا در دوره‌ای که اقلیت در کنار دیگر کسا مثل حائری‌زاده و دیگران و مکی و اینها یه نقشی داره. یه مقطعی مثلا شما باز یه شخصیت دیگه‌ای دارید به نام آقای کاشانی که توی یه مقطعی با نهضت ملی همراهی میکنه، ولی اسناد موجود نشون میده که بعدها چه زاویه‌ای میگیره و چه رفتاری میکنه. و شما مثلا برای همه اونها یک تکریم قائلید، ولی مثلا مصدق به قول شما نه سالگردش قابل برگزاری بود زمانشو، نه در جمهوری اسلامی، نه خیابونی به اسمش شد. اما چرا میگم ریاکاریه؟ برای اینکه نهضت مصدق یا رفتار مصدق مخصوصا با انگلیسی ها واجد اون ویژگی هایی هست که ساختار سیاسی رو خوشحال کنه، ولی نمیتونه اون نمایندگی بکنه، چون اون فقط در بردارنده این ویژگی نیست. یا اصلا گروه دیگه‌ای که باز در این دوره مد نظر فداییان اسلامه. خب مصدق با همه اینها درگیر شد و در کل دوران نخست فداییان که اصلا دو جلوی ملی شدن بود. همینو می‌خواستم بگم، در کل دوره نخست وزیری مصدق نواب صفوی تو زندان بود. یکی از این جریاناتی که تو دولت قبل بود اومده بود میگفتش که نواب صفوی ملی کرد نفت. یعنی ببین ما به چه روزگاری افتادیم آقای دکتر. آقای نواب، البته نواب صفوی میدونی که از نظر سواد حوزه هم بله خیلی کامل نبوده، خیلی سابقه ای نداشت و حتی چقدر تلاش شد که آقای بروجردی آقای مصاحبه شهید مهدی عراقی تو کتاب ناگفته ها رو اگه بخونید، شکلگیری جریان نواب و فداییان تقریبا مشابه اون چیزیه که حالا به یه تعبیری که سرداران در مورد قول جریانات بعد از 88 گفته بود، یه خیلی شباهت داره به اون موضوع، اون چیزایی که آقای مهدی عراقی تو اون کتاب ناگفته ها میگه. انتشارات رسا هم چاپ کرده، بسیار کتاب خواندنی، من توصیه میکنم دوستان هر کی میتونه بخونه. برگردیم به این، قبول دارید این سنتو که آقای مصدق بال گذاشت؟ من قبول دارم که دکتر محمد مصدق در یک دوره تاریخی، در یک کانتکست سیاسی و بین‌المللی که اساساً جنبش‌ها شکل ضد امپریالیستی و ضد استعماری و حالت ملی‌گرایانه‌ای داشتن حرکت کرد. مسئله اینه که این باید تداوم پیدا می‌کرد. سنت سیاسی دکتر مصدق مثل یک چوب دوی امدادیه که باید وقتی به نسل‌های بعدی سیاسی می‌رسید اونها ازش برداشت مناسب‌تری می‌کردن. من فکر می‌کنم که یک کمی تقدس‌زایی از شخصیت آقای مصدق باعث شد که حتی جریان ملیگرا، چه اونایی که در نهضت آزادی بودن، چه اونایی که در جبهه ملی بودن، چه اونایی که جریان ملی مذهبی رو بعداً پدید آوردن، شاید این فرصت رو پیدا نکردن. علتش هم شاید در اینه که حجم‌های غیر اخلاقی و ناجوانمردانه‌ای که به شخصیت مرحوم مصدق می‌شد. بله واقعا یک جای یک تمجید ملی از دکتر مصدق، واقعا من به عنوان کسی که یک خبرنگاری هستم که شاید مثلا بعضی وقتا یه زاویه انتقادی به موضوع داشته باشم، ولی خب واقعا جای تمجید ملی از آقای دکتر مصدق به خاطر این زحمت‌هایی که کشیده بود، چه در حکومت سابق، حکومت پهلوی و چه در حکومت فعلی، واقعا خالیه. این یک حقیقت. پس بیا موضوع اینجوری تموم کنیم یا ادامه بدیم، حالا هر چقدر که وقت داریم. آنچه که دکتر مصدق انجام میده مبنی بر این که به یه ملتی که بسیاری بر این باور بودن نمیتونه آفتابه بسازه، این اعتماد به نفس رو بده که تو میتونی از صنعت نفتت خودت مدیریت کنی. نکردیم ولی آقای دکتر نکردیم. ولی این میتونست تداوم پیدا بکنه. یعنی من میخوام بگم که ما میتونیم از این زاویه هم نگاه بکنیم که من اتفاقا میخوام بگم آقای دکتر، یکی از نقدایی که به موضوع، من با اون خبرنگار نفتی به شما میگم،
ببین وقتی شما یک اراده سیاسی رو در یک ظرف نابجای فنی به کار میبرید، یعنی ما توان فنی این کارو نداشتیم، چه از نظر فروش نفت و چه از نظر اداره داخلی صنعت نفت ما این توانایی رو وجود نداشتیم، اون اراده سیاسی و اون خواست ملی کلا به بیراهه رفت و این تبدیل به این شد که قرارداد کنسرسیوم دقیقاً تقریبا با همون حالت با شرکای بیشتر، یعنی قبلا دست انگلیس‌ها بود، حالا مثلا آمریکایی‌ها و یه بخشی از فرانسوی‌ها اومدن قاطی این هفت خواهران شدن. بله. یعنی این من میخوام اینو بگم، ما تو ملی شدن تو نابجایی زمانی گیر کرده بودیم. یه زمان زود بود برای بلوغ فنی. ما اوپک نداشتیم اون موقع، تکلیف فروش نفت هنوز دست هفت خواهران نفتی بود. کشورهای مستقل نفتی مثل ایران، ونزوئلا. آیا فکر نمی‌کنی که ایده اوپک که توسط محمد رضا پهلوی و دیگران آغاز شد در تداوم اون در واقع تلنگریه که نهضت ملی نفت میزنه میتونه این جزء نتایجش باشه؟ یعنی میدونید این کردیتی بود که استفاده شد برای اینکه هم ببینید بعد از کودتای 28 مرداد تا انقلاب اسلامی 57 بزرگترین مشکل رژیم پهلوی و شخص محمد رضا پهلوی حسادتش رو مصدق بود. یکیش اینه. نه اینو نمی‌خواستم بگم. من اتفاقا معتقدم محمد رضا پهلوی به تاریخ مملکت خیلی خدمت کرد. چون اساسا تو تاریخ ما نمیتونیم سیاه‌سفید ببینیم. ما جرأت نداریم حرف بزنیم. من جرأت دارم اینو بگم. همونجوری که جمهوری اسلامی هم به این کشور خدماتی کرد و خطاهایی کرد. اساسا نمیشه هیچ دولتی رو سیاه‌سفید دید. او میخواست به این کشور خدمت بکنه. اون اتیتیود یا اون نگرشش شاید مورد قبول من و تو نبود. همونجوری که جمهوری اسلامی در تلاش به این کشور خدمت بکنه و میتونه نگرش اداره کشور مورد پذیرش من و شما نباشه. آقای دکتر قبول دارین که من میخوام بگم اتفاقا حتی پهلوی هم شاید از این استفاده کرد برای اینکه بتونه این رو به خارجی‌ها بفروشه، برای اینکه امتیازات بیشتری رو برای اینکه در واقع یه جور کامپرومایز معقول‌تری ایجاد بکنه استفاده بکنه. اما چیزی که برای ما مهمه از منظر تحلیل تاریخی، فارغ از این که مصدق رو بالا ببریم پایین ببریم، اینه که اگر شما بخواید یک موضوع ملی رو پیش ببرید، چیزی مثل نهضت ملی نفت، خب در مورد انرژی هسته‌ای هم همیشه این شعار رو میدادن. من تقریبا الان میتونم بگم در آفتابی است، تیتر یک آفتابی از بود در سالهای دور که معتقد بودم انرژی هسته‌ای مسئله ملی ایران نیست و اون موقع خب خیلی گفتن این حرف خیلی سخت بود، خیلی هزینه بر بود. برای من اعتقاد نداشتم. من حتی بعداً بر اساس بعضی روایت‌های شفاهی شنیدم که آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب هم معتقد نبود. منتها وقتی که ایران در حوزه انرژی اتمی سرمایه‌گذاری کرد و از زمان آقای مهندس موسوی و در زمان آقای هاشمی، در زمان آقای خاتمی، چون میدونید که بیشترین کار اینا کردن، نه احمدی نژاد که رفت اونجا و لو داد اون رو. با اون فیلمایی که پخش کرد، 20000 تا سانتریفیوژ با اون فیلمایی که نشون داد از دانشمندای پشت سرش، فقط لو داد اون تفلکی‌ها رو، ولی بیشترین کارها در اون دوره صورت گرفت. من شنیدم این رو از آدم موثق که در یه جلسه که آیت الله خامنه‌ای اشاره میکنه، میگه اینجا داره این گفتگو ضبط میشه. من از ابتدا با این پروژه موافق نبودم، اما حالا که این همه سرمایه گذاری شده و حالا اینکه جامعه جهانی داره زور میگه، امریکا داره زور میگه، باید وایسیم. پس من خودم معتقد بودم که این به هر حال از هزینه‌هاش هم معلوم بود که با اقتصاد ما چه کار کرد. ما یه نیروگاه اتمی بوشهر با 1000 مگاوات داریم که در طول سال معلوم نیست چقدر در واقع چقدر برق داره، با چه تکنولوژی، با چه قیمتی اجرا شده. شما که کار و سیستم ایمنیش بر چه مبنایی؟ و شما سال‌ها سر کار نفتی می‌کنی، جزء به هر حال آدمای شاخص این حوزه هستی. اماراتی آمدن و 2 یا 3 تا نیروگاه اتمی ساختن با ظرفیت بالاتر در عرض 2 سال، بدون اینکه با هزینه بسیار کمتر، بدون اینکه اینقدر هم در واقع برای خودشون مشکل درست بکنن. در یک کشور پهناور با این همه آفتاب، با این همه درخشندگی، ما اگر میتونستیم در یه حوزه‌های دیگه‌ای مثل انرژی. آقای دکتر برگردیم به آقای مصدق. من یه سوال چیز دارم. اون سوال منو تو کامل شفاف جواب ندیدینم، از سیاستمداریتونه، قابل تحسینه که انقدر خوب میتونید موضوع رو بچینید که این بالاخره این تندیس لجاجت کی توی این سیاست خارجی ما قبلا از این همچین سیاستمدارایی نداشتیم که
با لجاجت با دنیا بخواد مثلا مذاکره نکنه و به اینم افتخار کنه. آخه ما اون موقع که خیلی نداشتیم، نمونهش نداشتیم قبل مصدق. چرا احمدشاه قاجار رفت در ملاقات با ملکه انگلیس در مورد قرارداد 1919 هرچی اونا گفتن یه طرف دیگر رو نگاه کرد. همونجا مذاکره می‌کردیم. نصرت‌الدوله فیروز میرزا در گوشش گفت شما سلطنت رو از دست دادی. خاطراتشه. همونجا در گوش شاه میگه اعلیحضرت شما به این خانم جواب ندادی. این خانم چند بار گفت احمدشاه چی گفت؟ احمدشاه گفت من پادشاه مشروطه‌ام. احمدشاه همون موقعشم که تو اروپا بود شاه نبود، واقعا شاه نبود. آقای افشار خودتو به تله انداختی. تو یا آدم مثل مصدق و لجباز میخوای یا کسی مثل احمدشاه دموکرات میخوای. چرا شاه نبود؟ احمدشاه سرنوشت پدرش رو دیده بود. پدرش توی بندر اورسا گرفتار بود، تبعید شده بود. احمدشاه نماد مشروطه ایران بود. احمدشاه میگفت اختیار پادشاه اختیار محدوده، ولی شما ایرانی، شما به عنوان آقای افشار خوشت نمیاد. آقای دکتر نه اگه میخوایم برای آقای مصدق تبار و مقاومت پیدا کنید کس دیگر پیدا کنید، نه احمدشاه. نه اتفاقا احمدشاه افشار پادشاه معقولیه، هماهنگ‌ترین پادشاه با روح مشروطه است. ولی تو جراید ایران بهش چی میگن؟ احمد علاف، احمد زنباز. تو پاریس یه عکس گرفته با یه خانومی که مکسی پوشیده و یه کلاه سرشه، همونو گرفته بودن به عنوان مثلا مظهر ضد دین و اینها. قیمت غلات زیاد شده. حتی ببینم اشاره کنید که چه جوری سر کارش دارن میذارن دیگه. باباشو برمی‌دارن، بچه 12 ساله رو میذارن شاه. آقای افشار یا تو باید تخم مرغ بازی کردی چون بچه شیطونی بودی، یا باید بشینی. شما به هر جهت که بالاخره تو علوم سیاسی استاد منید. من هر کاری بکنم نه هر کاری بکنم بالاخره شما ما شاگرد شما. ما می‌خوایم خواننده یا بیننده ما با این پدیده آشنا بشه که اون اشکالی که میگه آره سر جاشه، اما معنیش این نیست که ما کل فرایند نهضت ملی باشه. آقای دکتر به من اجازه بدید آخرین سوالم بپرسم، سوال جذابیه. من اعتقاد دارم ملی شدن صنعت نفت هنوز جاریه و هنوز مسئله ماست. درسته. چون هنوز مردم حس نمی‌کنن که نفت ملی دارن، به جهت اینکه دولت اجازه نمیده به بازار در صنعت نفت باش شریک شه. دولت نگاهش به بازار و به بخش خصوصی نگاه پیمانکاری داره. میگه من مثلا لوله و حفاری و نمیدونم پالشگاه و اینا میخوام بسازم، تو بیا بساز پولشو بگیر برو. ولی در ادارهش ولی شریک نمیخوام. شریک یعنی که من تو بنزین تولید کن با قیمت چه بفروشیم به بازار، با قیمت درست. گازوئیل تولید کن با قیمت درست بفروشیم. میدان نفتی رو بیا به عهده بگیر، به جاش مالیات بده، رویالیتی بده. اینا از این خبرا نیست. همه بخش خصوصی و در واقع بازار توی صنعت نفت ما پیمانکاره، سرمایه گذار و شریک با دولت نیست. اون مدلایی هم که به این سمت رفتن مدلایی بوده که از توش چیزای دیگه در اومده، به موفقیت نرسیده. در واقع ملی شدن نفت از یه منظر هنوز مسئله اقتصاد ملی ماست و ما دنبال اینیم که نفت دولتی رو پس بزنیم، نفت ملی رو بکشیم بالا. از این جهت فکر می‌کنید کدوم جریان سیاسی امروز این مسئله و این پرچم ملی شدن رو میتونه به عهده بگیره و یک ورژن تازه‌ای از ملی شدن رو بتونه رهبری کنه؟ اصلاح طلبا با این رودربایسی که با مصدق و گفتمان مصدق دارن، به نظرتون قابلیت این کار دارن؟ سوالتون خیلی سوال دقیقیه ولی نتیجه گیری شیطنت آمیزه، چون اصلا ربطی به مصدق نداره. تو میخوای یه وسیله، من دارم با میراث مصدق صحبت میکنم. میراث مصدق یعنی ملی شدن نفت. ما از سال 1332 تا به امروز خیلی تحولات عمیق اقتصادی در این کشور رخ داده. یه نمونهش مثلا دکتر علی خانی توی چند سال اومد و اصلا فرآیند اقتصادی ایران تغییر داد. رشد اقتصادی دهه 40 ما بی‌نظیرترین رشد اقتصادی بود. اصلا دوره خاتمی رشد اقتصادی، بله، برنامه سوم بهترین برنامه بعد از انقلاب. ما فقط در دوره خاتمیه که اقتصادمون از حجم اقتصاد عربستان و ترکیه جلو میزنه. بی سابقه است. خب ببین، پس مسئله اینجوری ببینیم، تا زمانی که شما با یک نظام سیاسی دموکراتیک روبرو نیستید، امکان ملی شدن نفت یا خصوصی شدن اداره صنعت نفت به معنایی که مد نظر شماست اتفاق نخواهد افتاد. خب حرف زدید دیگه. متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر.
از نفت همیشه خبر می آید.